پرسیدن چند سوال از شما به اینجا آمدیم. التماس با این سوال ما جواب دهید. یکم، دشنام دادن چه حکم دارد؟ بعضی ها به هم شوخی میکنند و همدیگر را دشنام میدهند. بیشتر مادران همدیگر را دشنام میدهند. عاقبت کار این گونه افراد چیست؟ چگونه عذاب منتظر اینها هست؟ یک سوال بود از برادرایی که سلطان کبیر ده کار میکنند. السلام علیکم ایشان حاجی میرزا، هزار شکر به سوی خدا که چی بهبودی های در اخلاق ما جوانان پیدا کرده ای و ما جوانان کولاب که در اکثر جایها می نشینیم در حق شما دعا میکنیم و از شما با یک خواهش که امروز جوانان زبان دشنام کننده دارند، یگان نصیحت بر این جوانان و دیگر شخصانی که از پیر و جوان، زن و مردی که دشنام میدهند میگفتید. ان شاء الله سخن شما به تأثیر نمیماند. یک گروه بچه های شهر کولاب. این سوالم گویم که از هم بچه های کولاب و هم از سوداگرهای شهر دوشنبه آمده است در باب دشنام دادن. جوانای عزیز، در اصل من در این یک خطبم در این اطراف این موضوع صحبت کرده بودم، لیکن باز میگویم که حبیب خدا گفتن المسلم من سلم المسلمون من ید و اللسان. حبیب خدا مسلمان نشانش گفتن. مسلمان کیست؟ حبیب خدا گفتن مسلمان آن کسی هست که از دست و زبان او کسی آزار نمی یابد. مسلمان کی بوده است؟ کسی که از دست و زبانش هیچ کس آزار نیابد. نه به دست نه به زبان کسی را آزار نمی دهیم. این علامت آدم مسلمان بوده است. آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن. شیخ سعدی آدم بیان کرده ایستاد است. آدم کیست؟ آدمیت چیست؟ یا آدمیت کیست؟ خود را دور از شر داشتن، خیرخواه خلق بودن، نفع بیزر داشتن. حضرت گفتن آدم آن کسی هست که از ضرر رسانیدن بر مردم خودش را محافظت میکند و آدم آن کسی هست که فقط فایدهش به مردم میرسد، ضرر او به مردم نمیرسد. اینا گفتن آدم میگویند. ببینید، اگر ما خواهیم که در جمله آدم باشیم، اگر خواهیم که در جمله آدم مسلمان باشیم، از روی حدیثی که در اول خواندم، باید که ما زبان آزاردهنده نداشته باشیم. من آدم گفته هستی کل جنبان. و حضرت مولوی جون خدا رحمت کند بسیار گویم که شاید غضبناک شد. یگان شخصی را پرسید آدمی؟ گفت بلی. همین تا کلش جنبان گفت بلی آدمم. گفت یگان آدمی خیلی نادرست بوده است، خیلی آدمی دشنام کننده بوده است که پرسیده است من آدم گفته هستی کل جنبان، چرا داری مزاج خوی حیوان؟ چرا تو گفت طبیعت حیوانی داری؟ وقتی تو آدم که باشی میدانی که آدم باید سیرت داشته باشد، آدم باید اخلاق داشته باشد، آدم باید بی ضرر و بی زیان باشد. تو چرا اخلاق، چرا تو طبیعت حیوانی داری؟ چخیل آدم هستی تو؟ گفت چخیل؟ گفت ای حضرت چی گفتن؟ گهی چون سگ شوی در جنگ اخوان، گزی هر دیل را به زخم دندان. آیا تو گفت همون آدمی نیستی که دعوای آدمی داری و گفت طبیعتی سگ در وجود راه دادی، مثل سگ میجکی، مثل سگ گویم میجکیش به معنای دشنام میدی، آزار دل برادر مسلمانت میدی. گهی سازی به هر کس خصلتی مار، دیهی هر مؤمن را سخت آزار. تو همون آدمی نیستی که خصلتی مار در وجود راه دادی که دل بنده های خدا را آزار میدهی. آیا اگر شما را کسی دشنام دهد دل شما آزرده نمی شود؟ آزرده می شود، دل شما درمند می شود. آدم مسلمان، آدم مؤمن باید دشنام کننده نباشد. آدم دشنام کننده رسول اکرم گفتن سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. کسی که آدم مسلمان دشنام میدهد وای فاسق است. گفت فاسق شاهدیش در نکاح در مذهب امام اعظم درست نیست. آدم دشنام دهنده را در نکاح اگر کسی داند نمی دشنام کننده است، در نکاح وای ما شاهد نمیگیریم.
فاسق درست نیست شاهدش. نماز در پیش در آید نماز مکروه است. کسی که دشنام میدهد. صحابه پیغمبر به نام ربیعه اسلمی بود. بار میگوید با ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک جای نشسته بودند. به ناگاه میگوید ابوبکر صدیق یک کلمه را برای من گفتند که ربیعه اسلمی میگوید. کمی من ناراحت شدم. البته هیچگاه ابوبکر صدیق وی از مادر دشنام نداد. هیچگاه ابوبکر صدیق وی لعنت نگفت، طعنش نکرد. شاید برای یگان اصلاح عمل ربیعه اسلامی یگان گپی درشت گفته باشند. ربیعه اسلامی میگوید خیلی نافار شدم، طبیعتم ناراحت شد. ابوبکر صدیق وقتی که دید چهره مرا حس کرد که از این سخن ابوبکر صدیق من ناراحت شدم. ابوبکر صدیق که آیت کریمه را از سوره احزاب خوانده بود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پروردگار گفت ای پیروای محمد، شما را گفت، ما را گفت، ای پیروای محمد صلی الله علیه و سلم، زندگی پیغمبر، زبان پیغمبر، حیات پیغمبر، رفتار پیغمبر باید برای شما درس باشد. شما تمام عبرت و عبادت و درس از حبیب من محمد گیرید. گفت خداوند. حبیب خدا زبان دشنام کننده نداشتند، اخلاق حمیده داشتند، اخلاق خوب داشتند. حضرت انس میگوید بهترین مردم از روی آداب حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. اونقدر آدابی داشتند که حتی از معامله خوبش آدم مسلمان میشد. حکایه میارن که بار میگوید نگاه کرد یک مادری را که خیلی پیرانسال است در مکه مکرمه و در دستش میگوید همین مال زیاد داشت، گویم در همون سدکه ها چیزی بسیار خرید کرده بود و این مادر بسیار بزور میرفت، بارش وزنین بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با این قدر درجات و مرتبه که داشتند دوان به پیش این مادر رفتند. سدکه های اینا میگن از دستش همون بارو چیزی که در دست این مادر بود برداشت و مادر گفت برابر من آمدن بگیر، من تا خانه تو این بار تو را میبرم. این کمپیر میگوید این مادر برابر محمد صلی الله علیه و سلم قدم میزد. وقتی در اثنای راه این مادر چی گفت؟ گفت ای جوان، گفت میدانی که در مکه مکرمه یک جوان برآمده است به نام محمد، نشناختن که این محمد است، به نام محمد برآمده است و دعوای پیغمبری دارد. بچم گفت اصلا در دین وی داخل نشو. نام کننده است، در نکاح وی ما شاهد نمیگیریم. فاسق درست نیست شاهدش. نماز در پیش در آید نماز مکروه است. کسی که دشنام میدهد. صحابه پیغمبر به نام ربیعه اسلمی بود. بار میگوید با ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک جای نشسته بودند. به ناگاه میگوید ابوبکر صدیق یک کلمه را برای من گفتند که ربیعه اسلمی میگوید. کمی من ناراحت شدم. البته هیچگاه ابوبکر صدیق وی از مادر دشنام نداد. هیچگاه ابوبکر صدیق وی لعنت نگفت، طعنش نکرد. شاید برای یگان اصلاح عمل ربیعه اسلامی یگان گپی درشت گفته باشند. ربیعه اسلامی میگوید خیلی نافار شدم، طبیعتم ناراحت شد. ابوبکر صدیق وقتی که دید چهره مرا حس کرد که از این سخن ابوبکر صدیق من ناراحت شدم. ابوبکر صدیق که آیت کریمه را از سوره احزاب خوانده بود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پروردگار گفت ای پیروای محمد، شما را گفت، ما را گفت، ای پیروای محمد صلی الله علیه و سلم، زندگی پیغمبر، زبان پیغمبر، حیات پیغمبر، رفتار پیغمبر باید برای شما درس باشد. شما تمام عبرت و عبادت و درس از حبیب من محمد گیرید. گفت خداوند. حبیب خدا زبان دشنام کننده نداشتند، اخلاق حمیده داشتند، اخلاق خوب داشتند. حضرت انس میگوید بهترین مردم از روی آداب
حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. اونقدر آدابی داشتن که حتی از معامله خوبش آدم مسلمان میشد. حکایه میارن که بار میگوید نگاه کرد یک مادری را که خیلی پیرانسال است در مکه مکرمه و در دستش میگوید همین مال زیاد داشت، گویم در همون سکه ها چیزی بسیار خرید کرده بود و این مادر بسیار بزور میرفت، بارش وزنین بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با این قدر درجات و مرتبه‌ای که داشتن دوان به پیش این مادر رفتن. سکه های اینا میگه از دستش همون بار و چیزی که در دست این مادر بود برداشت و مادر گفت برابر من